بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه وطيب ثراه در عقیده واسطیه گفتن که ثم من طریقة اهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم باطنا و ظاهرا. سپس از طریقه اهل سنت و الجماعت این است که پیروی به آثار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هم باطنا و هم ظاهرا. باطنا آن عملهایی که عملهای قلبی هست، مانند توکل به الله، مانند نیت خالص، مانند خواستن رازگی الله تعالی از اجرای عملها، نیت نیک و پاک نگاه داشتن قلب از ریای و سمعه و حسد و حقد و کینه و عداوت و به مانند این از عملهای گناه که در قلب می شود. اهل سنت و الجماعت چی صفت های دارند؟ شیخ الاسلام رحمت الله علیه بعض آن صفت ها را بیان کرده، می گویند که سپس برای چی؟ ثم، بعد اینکه درباره الله تعالی، فرشته ها، روز قیامت، درباره اصول اعتقاد معلومات دادند، گفتند که ثم من طریقه اهل السنت و الجماعه، از طریقه اهل سنت و الجماعت، راه و روش اهل سنت و الجماعت این است که پیروی به آثار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. آثار جمع کلمه اثر. اثر هر چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده آمده است، خواه از سخن باشد، خواه از فعل و رفتار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خواه از اقرار ایشان، خواه از وصف جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انما الاعمال بالنیات، نتیجه عملها وابسته بر نیت ها هست. این حدیث قولی هست، یعنی اثری قولی، سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آثار فعلی باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم عادتشان چنین بود که اگر پرسنده پرسیده آید نه نمی گفتند یا طعام را عیب نمی کردند. وصفشان چنین بود که مثلا یکی از وصفهایشان از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین بوی می آمد. ما شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. یگان مشک یا یگان عنبر بوی نکردم که از بوی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده خوشبوی تر باشد. از بدن مبارک یا نوع عرق، یک نوع خوشبویی می برآمد که واقعا یگان خوشبویی دنیا با اون برابر کرده نمیشه. این وصف است. این هم حدیث حساب میشد، اثر حساب میشد. این چون اقرار پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم یک عمل اجرا شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم انکار نکردند، اقرار کردند، دلالت به سنت و اثر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودنش میکند. از راه و روش اهل سنت و الجماعت این است که پیروی به آثار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی آثار خیلی که برای شما گفتیم، مقصد از آثار ان همین سخن و قول و کردار و اقرار و وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه آثار به معنای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از همین جا گذشتند و همین موضع نشستند، بعد در همین موضع مثلا آب نوشیدند، بعد خستند در یک موضع دیگر نماز خواندند. انا همین آثار، این آثار جایی که یعنی ایزی پای میگویند، جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند، نشستند، خواب کردند. این آثار حسی نیست که عبدالله ابن عمر در ابتدا که جوان بودن و به نهایت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می داشتند، غیر از اینکه به آثارهای
سخنها و قولهاشون و عملهاشون و رفتارشون عمل میکردند و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو حفظ میکردند، علاوه بر این به آثار جناب رسول الله هم پیروی میکردند. آمدن در یک جا قضای حاجت کردند، بعد طهارت کردند، بعد آبی که از طهارت باقی ماند بر یک درختی که همانجا بود بر درخت برده در ریشه اش ریختند، چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بودند عیناً در همین جا. و در بعضی جایها سری خود را خم کرده میگذاشتن. مردم میگفتن که برای چی؟ میگفتن که همین جا همون وقت یه درختی بود، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از تگی درخت سری خود را خم کرده گذاشتن. گفته به این گونه آثارها عمل میکردند که بزرگان صحابگان کرام از این عمل ایشان را منع کردند، سرزنش کردند که این غلو است. گفته از جمله پدرشان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه از این عملشان منع کردند. بنابراین منظور از آثار چطوری که گفتیم سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم و فعل و وصفهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین حضرت عمر رضی الله عنه درختی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیرش با صحابگان کرام بیعت کردند و الله تعالی آن درخت را در قرآن کریم در سوره فتح ذکر کرد، آن درخت را بریدند، ریشه کن کردند. برای چی؟ دیدن که مردم در همون نزد درخت رفته نماز میخواندگی شدن و الا در نزد آن درخت نماز خواندن یگان سنت نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حدیث یگان وعده ثواب نکردند. فقط آنها اومدند میخواستند واردی مکه شوند که نماندند در زیر همون درخت، در سایه همون درخت نشستند. یعنی یک گوییم جایگاهی آنها بود تا آن زمانی که گفت و شنید بین کفار مکه و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و نمایندگان مسلمان ها برگزار گشت، تا همون وقت در زیر همون درخت نشستند و در زیر آن درخت عهد و پیمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند، چطوری که الله تعالی در قرآن کریم ذکر کرد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. در حقیقت الله تعالی راضی شد از آن مؤمن هایی که در زیر درخت تو را بیعت کرده. همین درخت در قرآن ذکرش آمد. در زیر درخت آنهایی که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند، الله تعالی از آنها راضی شد که زیاده از 1400 نفر بودند. انا همون درخت مردم در زمانه حضرت عمر زیارت میکردگی شدند. یعنی مقصد میرفتن میدیدن به یاد می آوردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم همینجا آمدن، در همونجا واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواندن. بنابراین مردم در آنجا به نمازخوانی شروع کردند که حضرت عمر آن درخت را بریدن. یعنی مقصد از آثار سخنها و فعلها به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کردن است. پیش این راه را گرفتن برای چی؟ برای فتنه نشدن، آینده مردم به بدعت و به خرافات روی نآوردن، پیش این راه را گرفتن. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که طریقه اهل سنت و الجماعت پیروی به آثار پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینچون اتباع سبیل السابقین الاولین من المهاجرین والانصار، اینچون این پیروی کردن برای سابقین، آنهایی که اولین شده دین مقدس اسلام را قبول کردن، جان خود، مال خود، آبروی خود، هر چی داشتند بهر این دین مقدس اسلام دریغ نداشتند. رضی الله عنهم و ارضاهم. الله تعالی آنها را راضی شد، از آنها راضی شد، آنها را دوست داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها از دنیا راضی شده برفتند. از سابقین الاولین، آنهایی که اولین شده دین مقدس اسلام را قبول کردند، من المهاجرین والانصار، از مهاجرین و انصار. یعنی اهل سنت و الجماعت آنها را هم دوست می‌دارند و هم به پیروی از راه و روش آنها میکنند و اتباع وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این چنین پیروی به وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنند. حیث قال، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، بر خود لازم گیرد سنت مرا و سنت
خلفای راشدین را، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، المهدیین، آنهایی که هدایت یافتند، الله تعالی آنها را به راه راست هدایت کرد. من بعد من خلفای راشدین، یعنی اینها خیلی که در حدیث آمده 30 سال بعد من خلافت پیغمبری هست گفتن، خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان و علی هست و واقعا ما به سنت های ایشان عمل میکنیم. از جمله اذان دوم، اذان یکم روز جمعه، این سنت حضرت عثمان است در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر. اذان جمعه هم یک اذان بود که بعد اذان پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه میخواندند. حضرت عثمان اذان اول را سنت کردند، گفتند برای آگاه کردن مردم تا اینکه به نماز آمادگی خویش را ببیند، گفته اذان را سنت کردند و این سنت خلفای راشدین هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را توصیه کردند که آن سنت ها را برای خود لازم گیریم. تمسکوا بها، به سنت من و سنت صحابه ها خلفای راشدین شما مستحکم چنگ زنید. بعد گفتن که وعضوا علیها بالنواجذ، سنت مرا و سنت خلفای راشدین را با دندانهای نواجذ بگزید. نواجذ دندانهای قفا، دندانهای اشک، هم دندانهای بالا و پایینی، طرف راست و طرف چپ، از آخرین دندانها که آنها را نواجذ گفته می شود، که آنها با قوتترین دندانهای انسان است. گفتن که عضوا علیها بالنواجذ، با دندانهای اشک سنت مرا بگزید. و ایاکم و محدثات الامور، از کارهای ناپیدا شده پرهیز کنید، اجتناب ورز، دور استید. محدثات جمع کلمه محدث، یعنی هر چیزی که پیدا شد. فإن كل محدثة بدعه، چون که هر یک چیزی ناپیدا شده بدعت است. و کل بدعت ضلاله، هر یک بدعت ضلالت و گمراهی است. و روایتی دیگر است که و کل ضلالت فی النار، هر یک ضلالت برده به گمراهی میرساند. بعضی علما ممکن زیادتی صحیح است. بدعت در لغت عرب ما لیس له مثال سابق، در لغت آن چیزی را میگویند که مثال سابق ندارد. مثال سابق ندارد یعنی پیشتر از پیدا شدن همین عمل چیزی همین به مانند نبود. خیلی که الله تعالی در سوره انعام میگه که بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء. بدیع السماوات والارض، الله تعالی بدیع آسمان ها و زمین ها هست. بدیع یعنی آسمان ها و زمین ها را بدون مثال سابق آفرید. یعنی الله تعالی پیشتر یگان مخلوق ناآفریده بود که به آفتاب و به آسمان و زمین مانندی داشته باشد و الله تعالی به وی دیده ساخته باشد. مثلا من ماشین های بینید، تلفن های بینید، اول اوریجینالش میبراید اصلی، بعد همان یعنی نسخه برداری میکنند و دیده از همون میسازند. یا اینکه اولین شرکتی که تلفن رو برآورد انوای به مثال سابق است، بدعت کرد، یعنی بدعت لغوی. بعد آنهایی که از وی دیده شکلش کمتر دیگر کردند و کارکنیش کمتر دیگر کردند، اینها یعنی که بدعت نکردند، اینها بدیع نیستند، اینها نوآوری نکردند. اینا فقط آن کاری که دیگر کس کرد همون تغییرات در آوردن، رنگ و روی در آوردن، همین خیل. الله تعالی بدیع آسمان ها و زمین ها هست، یعنی خود آفرید، مثال سابقه نداشت. اما در شریعت اسلام یعنی بدعت در دین مقدس اسلام چی است؟ ما لم يدل علیه دلیل شرعی، آن عملی که دلیل شرعی ندارد. یا اینکه بعضی ها میگن هی کل ما احدث فی الدین بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم سواء کان محمودا او مذموما. بدعت هر چیزی که بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در دین پیدا کرده شد، یعنی در دنیا نه. مثلا ماشین ها نبود در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، هست، این بدعت نیست. بدعت چیزی که در دین پیدا کرده شود.
چیزی که الله تعالی نفرموده است، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نفرموده است، دلیل شرعی ندارد، ان همین بدعت است. بنابراین در اینجا شیخ الاسلام رحمت الله علیه یکی از صفات‌های اهل سنت و الجماعت را بیان کردند که آنها به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینچنین به هدی و راه و رویش صحابه های اولین از سابقین مهاجرین و انصار پیروی میکنند. چون الله تعالی هم در سوره بقره گفت که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر مردم بمثل آن ایمانی که شما ایمان آوردید اگر ایمان بیارند در حقیقت هدایت یافتند. و این تولوا فانما هم فی شقاق. اگر مردم روی گردانند از ایمان آوردن مثل ایمان شما، آنها در حقیقت در گمراهی هستند، در بدبختی هستند. بنابراین مسلمان ها باید هم در عقیده و هم در راه و رویش، در سنت و در آداب و اخلاق به صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنند و در این دین بدعت پیدا نکنند. بدعت از جمله گناه های کبیره هست و هست بدعت های مکفره، بدعت هایی که انسان اجرا کنندش به سبب اجرای آن عمل کافر میشه. نسأل الله السلامت و العافیه. از دین مقدس اسلام میبراید. هست بدعت های غیر مکفره، بدعتی هست که انسان به سبب اجرای آن کافر نمیشود ولی گناه کبیره میگیرد. لیکن بدعت از گناه کبیره از جهت بدتر است که اجرا کننده بدعت گمان میکند که او کاری ثواب کرده ایستاده است، بنابراین توبه نمیکند تا آن زمانی که بدعت بودن آن را نفهمد. اما شخصی که گناه کبیره میکند و میداند که این گناهش کبیره است، همیشه با دل غش و با قلب سیاه میگردد و گاه در زبانش به اختیار استغفر الله و اتوب الیه صدا میدهد و همیشه با نیت توبه و بازگشت به سوی الله تعالی در روی زمین قدم میماند. اما اهل بدعت نه. بنابراین احتمال است که از بدعتش توبه ناکرده از دنیا گذرد. خلاصه اهل سنت و الجماعت پیروی به سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنند و همین گونه به پیروی به صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنند و یعلمون ان اصدق الکلام کلام الله، و میدانند که راستترین سخن الله سبحانه و تعالی است، یعنی قرآن کریم. چون الله تعالی در دو جای قرآن و من اصدق من الله حدیثا، کیست راستگویتر از الله تعالی دیده، و من اصدق من الله قیلا، کیست راستگویتر از الله تعالی، یعنی استفهام انکار، یعنی استفهام طلب سؤال، کیست راستگویتر از الله تعالی، و در ضمنش جوابش است که نیست کسی راستگویتر از الله تعالی. واقعا الله سبحانه و تعالی سخنهایش راستترین سخنهای و حکمهایش عادلترین حکمها است. خیلی که در سوره انعام میگوید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، و سخنهای پروردگارت مکمل است صدقا و عدلا. صدق اگر الله تعالی خبر دهد راست است و اگر حکم کند عدالت است. جل جلاله و تقدست اسماؤه. بعد گفتن که و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. اهل سنت و الجماعت میدونن که بهترین هدی یعنی راه و روش، بهترین اسلوب زندگی، هدی و سمت، این هدی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هدی محمد صلی الله علیه و سلم. بهترین راه و روش جناب رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم. فیؤثرون کلام الله علی غیره من کلام اصناف الناس. این چون اهل سنت و الجماعت کلام الله تعالی را به تمام صنف‌های مردم چه کسی باشند کلام الله تعالی را مقدم می‌دانند. یعنی باید در آوردن دلیل هم اول باید از قرآن کریم باشد، بعد از حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، بعد از سخنهای دیگر صحابه و تابعین و امامهای علمای مسلمان ها. نه اینکه اول سخن عالم
بعد سخن الله تعالی یا پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، چون که الله تعالی در سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای آنهایی که ایمان آوردید پیش از الله و رسول پیش نگذارید. یک ترجمه سادهش لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یعنی پیش الله و رسول شما مقدمه نکنید. بنابراین امام بخاری رحمت الله علیه اگر به صحیح بخاری نظر کنید، بسم الله الرحمن الرحیم گفتند و بسم الله الرحمن الرحیم آیت است، بعد یک آیت دیگر ذکر کردن، بعد حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را ذکر کردن و مقدمه نماندن. بعضی ها گفتن که سببی که در صحیح بخاری امام بخاری مقدمه نگذاشتن همین آیت است که لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، پیش از سخن الله و رسول مقدمه نمانید. این یک معنا. یک معناش مقصد پیش نگذارید، یعنی همیشه اول سخن الله تعالی، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون که اینا اصل شریعت هست. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و یقدمون هدی محمد صلی الله علیه و سلم علی هدی کل احد، و هدی پیامبر صلی الله علیه و سلم، راه و رویش و سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را از راه و رویش هر کس اهل سنت و الجماعت مقدم میدانند، اولا میدانند. ولی هذا سموا اهل الكتاب و السنه، بنابراین اهل کتاب و اهل سنت هم نامیده شدند. اهل کتاب و اهل سنت یعنی آنها پیروان قرآن و پیروان سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. سپس گفتند که و سموا اهل الجماعتی، این چنین اهل سنت و الجماعت هم نامیده شدند و با این لقب بیشتر مشهور شدند، اهل سنت و الجماعت. برای چه اهل سنت؟ برای آنکه یعنی طعن زنها به قرآن کم بودند اما به حدیث بسیار بودند شخصیت هایی که میگفتند که لا نتبع الا القرآن، ما فقط به قرآن پیروی میکنیم و خود را اهل قرآن میگفتند و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت نمیدادند. یا اینکه معتزله و خوارج و آنهایی که پیروی از آنها کردند حدیث های آحاد رد میکردند، گفتند حدیث آحاد قبول نمیکنیم، و حدیث متواتر از همه زیاد باشد 60 دانه است. حدیث متواتر یعنی با 60 حدیث دین ساخته میشد. همگی 300,000 امروز علما رحمت الله علیهم میگویند حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده آمده است. عین حال در کتاب ها 300,000 حدیث است و چخیل ما از این فقط 60 تا یا 20 تا یا حتی بعضی علما 1 تا میگویند حدیث متواتر. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که از نام من اگر قصدن، در بعضی روایت‌ها بدون قصدن یعنی سهوا هم اگر از نام من اگر حدیث گوید آن چیزی که من نگفتم، فلیتبوأ مقعده من النار، جای خود را از آتش دوزخ اختیار کند. یعنی بی شک و شبهه جای وی دوزخ است، بنابراین یگان جای از دوزخ برای خودش انتخاب کند. گفتن یعنی که بازگشت وی به آتش دوزخ است بی شک و شبهه. کسی که از نام من سخنی که من نگفتم گوید، من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که آن چیزی که من نگفتم اگر گوید جایگاهش از دوزخ گیرد. در صحیح بخاری اولین ثلاثیات است. بنابراین به سنت واقعا پیروان حقیقی قرآن و سنت پیروی میکردن، بنابراین اهل سنت و الجماعت نامیده شدن. اهل سنت یعنی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دفاع میکردن از هر یک طعن زنها. مثلا ابو هریره رضی الله عنه بعض بدبخت ها آمدن حضرت ابو هریره را حکمی به کفر کردند. صحابی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیلم میگد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستشان بود. در حق ابو هریره حدیث های زیاد آمده است، فضیلتی بزرگ دارد حضرت ابو هریره. وقتی که ما اگر ابو هریره را کافر گوییم 5300 حدیث ابو هریره بیکار میشد. یعنی آنها نمیتوانستند مباشرتا به دین مقدس اسلام طعنه زنند،
لیکن آمدن حدیث آحاد طعنه زدن، آمدن به ابو هریره طعنه زدن. در 3 سال آخری حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و از همه صحابه ها زیاد حدیث ازیاد کرد. این از کجا گفته؟ به حفظ و به دین و امانت ابو هریره طعنه زدن دشمنان اسلام. برای چی؟ برای اینکه با یک طعنه زدن به ابو هریره و 5000 حدیث بیکار میکنید. به هر راهی که توانستند به این دین مقدس اسلام دشمنی کردند، کشتند، زندان کردند، نفی کردند، زهر دادند، تهمت کردند، خواستند شرمنده کنند، هر چی کاری که خواستند کردند. جنگ انداختند، طایفه مسلمان ها را به هم دیگر دشمن کردند. برای چی؟ برای اینکه این دین مقدس اسلام دین حق است و مسلمان ها به سبب آنکه پیروی به قرآن و سنت می‌دارند در جانب آنها حق است و قوت همراهی آنها، الله همراهی آنها است. آنها رو شکستن و مغلوب کردن دیگه امکان ناپذیر شد. دیگه آنها از تاریخشون هم، از حقیقت حال و واقعیت هم دانستن که دیگه این دین مقدس اسلام مغلوب کرده نمی شود. بنابراین فرقه ها را ایجاد کردند تا اینکه بین همدیگر آنها را به جنگ اندازند، آنها همدیگر را به قتل رسانند، همدیگر را تهمت کنند، همیشه از قفای جستجوی عیب همدیگر شوند و با همدیگر بدبینی پیدا کنند و با همدیگر مشغول شوند و همین گونه با دست خود مسلمان ها را برای نیست و نابود کردن حرکت کردند و در این کارشان به قدر به درجه هم رسیدن، یعنی به بعض مقصدهایشان هم رسیدن، توانستند مسلمان ها را با همدیگر جنگ اندازند. در تاریخ جنگ های شد اگر مسلمان ها با کافرها جنگ کنند، البته در طرف کافر یک گروه، یک فرقه از مسلمان ها پیدا شده علیه مسلمان ها می جنگی. در همه تاریخ آمدگی است. بنابراین این بود یکی از دسیسه های دشمنی دین مقدس اسلام. بعد شیخ الاسلام گفتن که وسموا اهل الجماعتی، اهل سنت اهل جماعت هم نامیده شدن. برای چی؟ لان الجماعت هی الاجتماع. جماعت در لغت عرب اجتماع، یعنی یک گروه مردم اگر در یک جا جمع شون همین جماعت میگوید. و ضدها الفرقه، ضد جماعت جدایی، تنهایی. و این کان لفظ الجماعت قد صار اسما لنفس القوم المجتمعین، اگر چنده که کلمه جماعت در لغت عرب به معنای یک قومی که به یک جا جمع شدن آنها را جماعت گفته شود هم، لیکن وقتی که ما اهل سنت و جماعت میگوییم یعنی آنهایی که پیروی از حق دارند، اگرچه یک نفر هستند، اگرچه آنها متفرقین هستند. یکی آنها مثلا در قاره افریقا، یکی آنها در آسیا، یکی آنها در اروپا مثلا یا در شرق و در جزیره ها، لیکن آنها جماعت هستند. اگر چنده که پراکنده در دیگر کشورها باشند هم آنها جماعت حساب میشن. ولی اجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. اجماع سیومین اصل است. سیومین اصل است که در علم و در دین به وی تکیه کرده میشد، یعنی منبع دلیل. یکی از بحث های عقیده و حتی می شود گفت مبحث اساسی علم عقیده این منبع اعتقاد، منبع سرچشمه ای که از علم و اعتقاد و دین گرفته می شود چی است؟ مثلا بعضی اهل آنهایی که در داخل مسلمان ها هستن، فرقه های مسلمان ها هستن، میگویند که منبع دلیل عقل است، نه نقل. نقل درجه دوم ایستاد. اما اهل سنت و الجماعت از صحابه ها، تابعین، امام ها، تبع تابعین، علما، اینا میگن که اول قرآن است، سپس سنت است، سپس اجماع است. یعنی منبع دلیل، منبع یعنی سرچشمه ای که از آنجا علم، دین، عقیده، دلیل گرفته میشد این قرآن کریم است. سپس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که بیانگر قرآن است، وسیع کننده و شرح دهنده قرآن است که الله تعالی در 40 جای قرآن ما رو بازگشت به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به
امر کرده است. و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیامبر میگوید شما گیرید. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اگر اطاعت رسول کنه در حقیقت باید اطاعت الله کرده است. در 40 جای قرآن کریم الله تعالی ما رو بازگشت به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده است. گفت به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشت کنید. سنت بیان کننده قرآن است. بعد از آن ولی اجماع علما، اجماع علی الخصوص صحابه ها، ولی اجماع هو الاصل الثالث، سیومین اصل است. الذي يعتمد في العلم والدين، اصلی که باید بازگشته می شود در دین و علم. فهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس. اهل سنت و الجماعت با این سه اصول تمام آن عملها و کردارهای گفتارهای مردم را در ترازوی این سه اصول برمیکشند. من اقوال و اعمال، خواه سخنها باشد خواه عملها باشد، باطنت و ظاهرت، خواه عملهای باطنی باشد خواه عملهای ظاهری باشد، مما له تعلق بالدین، مادامی که متعلق به امر دین باشد، در پرتب قرآن و سنت و اجماع صحابه ها می سنجند. والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف و انتشرت الامه. اجماعی که یعنی به چارچوبه در می درآید این اجماع صحابه ها، یعنی سلف صالح، صحابه ها و پیروان صحابگان کرام، چون بعد آنها اختلاف زیاد شد و امت اسلام در دیار پهن شد، همه آنها را جمع کردن علل خصوص در زمانهای بعدی مشکل شد. یعنی اجماع در زمان صحابه ها علل خصوص سبکتر بود، برای آنکه کدام صحابه در کدام کشور معلوم بود و فکر آنها را گرفتن به طور آسانتر بود. بعد اینکه امت اسلام به مشرق و مغرب پهن شد اجماع مشکل تر شد میگن. بنابراین اجماع منضبط اجماع دور سلف است گفتم که این سه اصل است. و اجماع برای چه قیاس رو نگفتم؟ برای اینکه در مسئله قیاس اختلاف زیادتر است. اگرچه مثلا اکثر علما 4 اصل متفق علیه قرآن، سنت، اجماع، قیاس میگویند، شیخ الاسلام اجماع را ذکر کردن. قیاس هم بعد اجماع هست لیکن مرتبهش بعد اجماع هست. اما اجماع برای چی مرتبهش بلند است؟ برای آنکه شیخ الاسلام در مجموع فتاوا باز گفتند که برای چی اجماع سیومین اصل است؟ برای آنکه هو متفق علیه بین عامه المسلمین من الفقهاء، یعنی عامه مسلمان ها اتفاق کردن به اصل معتمد بودنش، از فقها و صوفیه، حتی صوفی ها و اهل الحدیث، اهل حدیث و الکلام، اهل کلامم و غیرهم فی الجمله، غیر اینها جملتاً به اجماع اتفاق کردند. و انکره بعض اهل البدع من المعتزله و الشیعه، بعض اهل بدعت آن را انکار کردند از معتزله ها و شیعه ها. لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابه، لیکن اجماعی که معلوم است آنی که صحابه ها اجماع کرد. اما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، یعنی اجماع نقل کردن غالبا مشکل تر بود، برای آنکه خیلی که گفتیم مردم در دنیا پهن شده بودند. در جای دیگری مجموع الفتاوا شیخ الاسلام گفتند که ولا یوجد مسئله یتفق الاجماع علیه الا و فیها نص. هر یک مسئله هایی که علما اجماع کردن در آن نص است، یعنی قرآن و سنت به آن دلالت کرده است. خب بعضی گفتنش ممکن که برای چی مادامی که قرآن و سنت اگر دلالت کرده باشد اجماع برای چی؟ اجماع برای آن که فهمی همین مسئله یگان کسی پیدا نشود که معنای این آیت این خیلی هست یا معنای این آیت چونین است گفته دیگر خیلی ترجمه نکند. گفته اجماع، فایده اجماع این است. ثم هم مع هذه الاصول یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر على ما توجبه الشریعه. سپس اهل سنت و الجماعت بعد این اصل ها، یعنی در بالا همش اصول اعتقاد بود،
از ایمان آوردن به الله تعالی و صفاتهای الله تعالی و کلام الله تعالی و قدر خاص تقدیر الله تعالی و ایمان آوردن به فرشتگان و به روز قیامت و به تمام جزئیات آن و این چنین اعتقاد درباره صحابه ها، آل بیت، همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و غیره از اصول را ذکر کرده. گفتن که ثم هم مع هذه الاصول یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر على ما توجب الشریعه. سپس اهل سنت و الجماعت بعد این اصلها امری به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند طبقی فرمان شریعت. یعنی منکر باشد نهی منکر میکنند با دست، با زبان، با قلب و امری به معروف میکنند، به کارهای خیر امری معروف میکنند. امری معروف نهی منکر این یک عمل است که به سبب این الله تعالی مسلمان ها را از دیگر طایفه ها، از دیگر امت ها افضل گردانید. و شیخ الاسلام در یک جا میگویند که العلم و الرفق و الصبر، علم و ملایمی و صبر همراهی امر معروف ضرور است. العلم قبل الامر و النهی، علم پیش از امر معروف و نهی منکر. آخر علم نداشته باشید به کدام معروف مردم امر میکنید؟ کار خیر شما ندانید از کجا مردم با اون امر میکنید؟ یا کار حرام ندانید منکر از کجا مردم نهی میکنید؟ علم قبل الامر و النهی، پیش از آن که امر و نهی کنید علم داشته باشید. و رفق معه، ملایمی همراهی امر معروف و نهی منکر. وقتی که امر معروف میکنید نهی منکر میکنید با یک رفق، با یک معامله حسن، با زیبایی و این چون بعد امر معروف و نهی منکر صبر میکنید. این امر معروف و نهی منکر حتی بعض علما رحمت الله علیهم گفتن که ششمین رکنی دین مقدس اسلام است. گفتن 5 رکن اسلام است و ششمینش امر معروف و نهی منکر است. گفتن که دلالت به بزرگی امر معروف نهی منکر میکند که اهل سنت و الجماعت غیر از اینکه به این اصل ها ایمان میبیارند و اعتقاد میکنند، باز امر معروف و نهی منکر میکنند. و یرون اقامت الحج والجهاد والجمع والاعیاد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا و یحافظون علی الجماعات. این چنین اهل سنت و الجماعت برپا داشتن حج و جهاد را همراهی، حج، جهاد، عیدها را همراهی امیرها اجازت میدانند، اگرچه آنها امیرهای فاسق باشند یا امیرهای نیکوکار باشند. یعنی اینجا مسئله های فقهی هست. برپا داشتن حج و جهاد به این مسئله های امام طحاوی هم در عقیده طحاوی اشاره کردند که ما اجازت میدانیم حج و جهاد را همراهی راهبران مسلمان ها گفتند. و اهل سنت و الجماعت شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که برپا داشتن عبادت حج که عبادت بزرگ است، عبارت از عبادت مالی و بدنی و از عبادت قلبی مرکب است و عبادت مشقت است و حاجتی به سفر دارد و حاجتی به امیر دارد. ما گفتم برپا داشتن حج را با همراهی امیرهای فاجر و ابرار، خواه آن امیر نیکوکار باشد خواه فاسق باشد، لیکن به شرطی که مسلمان باشد، ما اجازت میدانیم. گفتن این چنین جهاد هم جهاد به امیر نمیشد. آن امیر اگر امیری فاسق باشد، مسلمانی فاسق باشد، اجازت است. گفتن ولی جمعه ها، یعنی بر جمعه ها اصلا امیرها امامتی میکردن، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم راهبری مسلمان ها بودند، هم راهبری کل امام مطلق بودند، یعنی پیشوای مطلق در همه کار، هم در امامتی، در نماز، هم در حکم کردن به حکم قتل و به بریدن دست، به جنایات، به جنگ، به پیش بردن دولت و این چنین به جنگ و به تعلیم و به همه چیز، حتی به نماز جنازه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشوا بودند. امام یعنی پیشوا. این چنین در نمازهای جمعه و عیدها
امام پیامبر صلی الله علیه و سلام بودند در نماز عید. همین گونه بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلام ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حضرت معاویه رضی الله عنه، بعد از آن فرزندش یزید ابن معاویه، همین گونه امیرها به عید و جمعه های و به نماز جنازه و به مردم خطبه میکرد. حتی حجاج ظالم خطبه های جمعه داشت، بسیار فصیح بود، بلیغ بود، خطبه ها داشت. بنابراین شیخ الاسلام عقیده اهل سنت و الجماعت رو نقل کرده، گفتن که ما همراهی آنها، برپا داشتن جمعه ها، نمازهای عید، نمازهای جماعت، حج و جهاد، خواه آنها خوب باشند آدمهای، خواه آدمهای فاسق و فاجر باشند، اجازت میدانیم و یحافظون علی الجماعات، و به جماعات محافظت میکنند. یعنی که جماعت لازم میگیرن اگرچه امام آنها فاسق باشدن. یعنی گپ درباره مسلمانی فاسق رفته توست، نه کافر. خب برای چی همین چیزها رو در عقیده میگویند؟ برای آنکه در کتاب منهاج السنه هم شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که والجهاد لا يقوم بها الا ولاة الامور، جهاد با همراهی صاحبان امر میشد، خواه علما یعنی بیان کننده حکم جهاد و فرماندهنده امر جهاد، امرا یعنی آنهایی که بر بالای مسلمان های عامی امر میکنن، حکم میکنن، یعنی جهاد که با آنها میشود. بنابراین فإن هذه الامور من حج والجمع والاعیاد، حج و جمعه و عیدها که به اینها حاجتی به راهبر دارد، یعنی نفر باید راهبریت کند. بنابراین گفتن که ما آن را جایز میدانیم اگرچه آن آدم فاسق باشد. فلو اشترط للقیام بها برهم و صلاحهم لتعطلت هذه المشاعر. شیخ الاسلام در مجموع فتاوا میگوید که اگر در این عملها نیکوکار بودنی امامها و راهبرها، امیرها اگر شرط میشد، بسیار این شعائر اسلام از بین میرفت. میگن یکی از شرط های این که نماز جماعت امام باید آدم صالح باشه، اگر امام فاسق باشه در قفاش نماز خوانده نمیشد، گوییم نماز جماعت از بین میرود. امام طحاوی هم در عقیده طحاوی گفتن که و نرى الصلاة خلف کل بر و فاجر، ما نماز را در قفای هر یک نیکوکار و هر یک فاسق اجازت میدانیم. علل خصوص در آخر زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن که یکی از علامت قیامت به شما یک شخصیت های امامتی میکند که شما از امامتی ایشان راضی نیستید. دیگه همین است. هر کسی که امام میشد راضی نمیشید. چیکار کنیم؟ نماز خوانید گفتن. اگر آنها درست نماز خوانند فلهم ولکم، بر فایده آنها و بر فایده شما، و این اخطئوا، اگر آنها در نماز یا در غیر نماز خطاکار باشند فعلیهم فولکم، و فایده شما یا بر ضرر آنها هست گفتن. دیروز برادر پرسیدن که ما دبی میریم و نمیدانیم اون امام ها کی هست، هم مسجد ها در آمده نماز خوانیم یا نخوانیم؟ این چی سوال است برادرها؟ این سوال دلالت به ندانستن عقیده میکند. عقیده مسلمان نماز را در قفای هر یک بر و فاجر اجازت میداند، الا اگر کفر آن امام روشن باشد. اصل در مسلمان ها آنها یعنی که قبول هستند، اصلا باید در قفای هر یک نماز زی مسلمان ها اهل سنت و الجماعت نماز میخوان، الا اگر کفری وی معلوم باشد، سحرگر باشد مثلا، یا یگان نواقض اسلام را علنا یعنی که در حقیقت از عملهای کفر صادر شده باشد، در این صورت اگر کفرش روشن باشد در این صورت بد خوانده نمیشه. لیکن عموم در تمام جایی که میروید در مسجدها نماز جماعت میخوانید. اگر شیخ الاسلام میگه این گفت ببینید، اگر شرطی امیر یا امام صالح بودن آنها و پاک بودن آنها میشد، این حج و جهاد و نماز جماعت و عید و جمعه ها از بین میرفت. این شعائر اسلام است. شعائر یعنی چی؟ هر چیزی که الله تعالی به بزرگی و اعلان کرده است.
ماه مبارک رمضان، مسجدها، اینها حج، اینها شعائر اسلام است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که شعائر الله تعالی را اکرام کند، بزرگ شمارد، این دلالت به تقواداری او میکند. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و یدینون بالنصیحة للامه، و اهل سنت و الجماعت به امت اسلام نصیحت را دین اعتقاد میکنند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الدین و النصیحه گفتن، دین نصیحت است گفتن. نصیحت یعنی ادا کردن حقوق منصوح. آن شخصی که شما او را نصیحت میکنید برای او اشفاق مشفقی کردن و حق او را ادا کردن و او را نصیحت کردن است. و یعتقدون معنی قوله صلی الله علیه و سلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مؤمن به مؤمن مانند بنا هست، بعضیش بعضیش را مستحکم میکند. گفتند و شبک بین اصابعه، بین انگشتان مبارکشان تشبیه کرده، یعنی همدیگر به همدیگر در آورده. شبکه به همین معنا هست، یعنی مومن به مومن مانند بنا هست. بنا همدیگر رو یک غشت میمونید، بعد یک غشت دیگر میمونید، بعد غشت بالایی رو بر بالای دو این غشت میمونید که اینها رو مستحکم دارد. مسلمان ها همین خیلی یک دیگه هاشان رو دستگیری میکنن. و قوله صلی الله علیه و سلم مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مثال مؤمن ها در محبت بین همدیگر و مهربانی هم بین همدیگر و دوست داشتنشان بین همدیگر مثل یک جسدی هست. اگر عضوی از آن جسد به درد بیاید تداعی له سایر الجسد بالسهر والحمى، تمام جسد، اعضاهای جسد همراه بیدارخوابی میکند و همراه دردی تب لرزه را میچشد، همه جا گرم میشود. وقتی که انسان تب لرزه شد دیگه سرش هم، دستهاش هم، قدمهاش هم و تمام اعضاهاش بیدار نشینی میکند. یعنی مسلمان ها مثالشان مثال یک جسد هستند. اگر دندانش در کند دیگه موی و پاهاش هم بیدار خوابی میکند. مسلمان ها باید همین گونه باشند، میگن عقیده اهل سنت و الجماعت. بعد گفتن که و یامرون بالصبر علی البلا، در حالت بلا به همدیگر را به صبر توصیه میکنند، امر میکنند، توصیه میکنند، صبر کن میگویند در حالت بلا اومدن. و شکر عند الرخا، در حالت رخا، سیری، پولی، تینجی، امانی همدیگر را به شکر دعوت میکنند، برای آنکه شکر که نکردید الله تعالی نعمت را میگیرد. و رضا بمر القضاء، به تندی تقدیر راضی شدن لازم است. گفته همدیگر را توصیه، امر میکنند، نصیحت میکنند و راضی میشن به مر قضا، به تندی تقدیر نیکی و بدی. اگر به سختش به سرشان مصیبتی آید صبر میکنن، راضی میشن. از صبر بالاتر راضی شدن، از راضیگی بالاتر شکر کردن. حضرت ایوب علیه السلام صبر نکردند به مصیبتی که الله تعالی داد، بلکه شکر میگفتند. از رضا هم بلند، یعنی وقتی که به سرشان مصیبت میومد در چهرهشان مصیبت نمیدیدید. این اگر در چهره مصیبت دیده شود و انسان صبر کند، هم قلبا در قلبش نسبت الله تعالی سخنی بد نگوید، در زبانش هم نسبت این مصیبت حقارت نکند، ناراضگی نکند، خاموش نشسته صبر کند ولی غمگین شود، گریه کند، این صبر کرده است. رضا آن آدمی که راضی هست از این تقدیر، یگان ذره به او آثار مصیبت دیده نمیشد. این مرتبه بلندتر از ابن القیم در کتاب مدارج السالکین 100 مرتبه هست، همین بیان کرده هستند. مدارج السالکین خوانید آدم دیگر میشید. و یدعون الی مکارم الاخلاق، اهل سنت و الجماعت برادرای عزیز به مکارم الاخلاق دعوت میکنند. اخلاق های کریم، اخلاق های بلند. برای چی این گپا رو در عقیده گفته ایستادیان؟ یعنی
در بعض شخصیت هایی که عقیده درست دارند اخلاقی بد دیده میشد. بنابراین برادرم میگفتن که فلانی ها در عقیده پیروی فلان شیخ هستند، لیکن در سخاوت و در آداب و رفتار و کردار پیروی آن شیخ نیستند. میگفتن فقط در عقیده پیرو ما عقیده دارن تمام، لیکن آداب و اخلاق و سخاوت و کرمی آنها مانند شیخ نیست. میگفتن بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که بعد اینکه این اصل ها رو بیان کردن، بعد اینکه عقیده مسلمان عقیده درست شد، باید این چیزها رو هم به اعتبار گیرد. یدعون الی مکارم الاخلاق، همدیگر را به بهترین خلق ها دعوت کنند و محاسن الاعمال، عمل های نیکو دعوت کنند. و یعتقدون معنی قوله صلی الله علیه و سلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مکمل ترین مؤمن ها از روی ایمان. برادرها ببینید این همه از سبب جهل و نادانی هست. حتی بعضی برادرها من پرسیدگی هستن که ریبا بانک از بانک پول میگیرم. گفتم حرام است. میگن که آخر من موحد هستم کو، الله تعالی میبخشد کو. از بانک پول گرفتن، ریبا گرفتن، میگو من یگانه پرست هستم، شریک نمیبیارم، الله تعالی یعنی که مرا میبخشد. گفته از من میپرسید. مقصد نه فقط از ریبا، از بانک ریبا گرفتن، بلکه آداب و اخلاق و محاسن الاعمال، عملهای نیک. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم، شیخ الاسلام کدام سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مثال آورده. اعتقاد میکنم معنای قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که اکمل المؤمنین ایمانا، ببینید مکمل ترین مؤمن ها از روی ایمان، یعنی شخصیتی که ایمانش با قوت ترین است. این دلالت به زیاد شوی و کم شوی ایمان میکنه این سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. احسنهم خلقا، زیباترین آنها از روی خلق. گفتن خلقی کسی زیبا باشد ایمان او بلند است. ببینید بعضی ها میگوید که عقیده داشته باشی آداب لازم نیست. بنابراین همین گپ ها، همین رفتار و کردارها سبب شد که بعضی ها میگن که فلانی ها بی ادب هستند، آداب ندارند. مگر آداب یعنی فرموده قرآن و سنت نیست برادر عزیز؟ او شیخ الاسلام ابن تیمیه، ببینید شخصیتی که اهل بدعت را ریشه‌کن کردند. یگان اهل بدعت در برابر شیخ الاسلام این واقعیت و حقیقت و راست و چیزی فکت است که یگان کسی با شیخ الاسلام قدرتی جدال و کشمکشی نداشت. گفتن که هر کسی که برای اعتقاد باطل و برای مذهبی باطل اگر از قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل بیارد، مگرم با عین همان دلیل من او را میشکنم. گفتن همان دلیل، همان آیت و همان حدیثی که به مذهبی باطلش دلیل کرده است، خودی همان آیت به خودش رد میزند، با همان رد میزنم. گفتن بنابراین با وجود اینقدر علم و عقیده و استواری میگویند که بهترین مسلمان ها و مکمل ترین مؤمن ها از روی ایمان احاسنهم اخلاق، مکمل ترین آنها از روی اخلاق. ببینید اخلاق و ایمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث ذکر کردن. بنابراین شیخ الاسلام در یک جای دیگر گفتن که اصلا شریعت به دو تقسیم کردن به اصول و فروع، این تقسیمات محدث است. گفتن این تقسیمات بعداً پیدا شد. الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را مکمل کردم. گفت دین هم آداب دارد، هم عقیده دارد، هم تاریخ و خبر دارد، هم فقه دارد، همه چیز را در بر گرفته است. بنابراین آیات ها را بینید. یا آیت شروع میکنید یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید، برای شما روزه فرض شد. روزه فرض شد الکی فقه، عقیده، یا ایها الذین آمنو عقیده، در پایانش با
الله تعالی سمیع است، علیم است، حکیم است، غالب است، گفته با نامهای پاک و صفتهای پاکش با آخر میرساند. تاریخ نقل میکند، در بینش عقیده است. سوره یوسف بینید، حضرت یوسف در زندان هستند، دو نفر آمده درباره تعبیر خواب پرسید، گفتند که پیش از آن که من به تعبیر خوابی شما، اگرچه این خواب ندیدید، من تعبیر خوابی شما میگویم، لیکن پیش از این گوش کنید که من یک قومی را ترک کردم که آنها به الله تعالی روز قیامت ایمان نداشتن. عقیده، دعوت به شکر، دعوت به صبر، بعد بیان خواب، تعبیر خواب که عبارت از حکمهای و عبارت از فقه و آداب و همه چیز را این شریعت اسلام در بر گرفته است. بنابراین برادرای عزیز، آداب هم جزئی دین مقدس اسلام است، بلکه الله تعالی در بعضی مواضع ها از توحید آداب را مقدم کرده است. در سوره طه الله سبحانه و تعالی نقل کرد وقتی که حضرت موسی را به میقات دعوت کرد، گفت که فلما اتاها نودی یا موسی، وقتی که حضرت موسی به موعدگاه آمد، به جایی که الله تعالی تعیین کرد، معین کرد آمدند، الله تعالی گفت که نودی یا موسی، موسی ندا کرده شد، اینی انا ربک، ای موسی من پروردگار تو هستم، فخلع نعلیک، پای افضالت را ببر کن، کش. ببینید، پای افضالت را کش. مثلا یک آدم اومد مسجد برای تعلیم توحید، لیکن کفش که در آمد به مسجد بالای گلیم، مگر این بی‌آدابی نیست؟ فخلع نعلیک، پای افضالت را بدر کن، کش. اینک بالوادی المقدس طوى، تو در وادی مقدس طوى قرار داری، یعنی تو در یک کوچه و در یک صحرا قرار نداری که با پای افضالت گردی، تو در یک وادی مقدس قرار داری، پای افضالت را بکش. این آداب است. و انا اخترتک فاستمع لما یوحى، من تو را اختیار کردم برای گفتن این وحی، فاستمع لما یوحى، با آن وحیی که به تو گفته میشد گوش انداز. با آدابانه درس گوش کردن آداب است. صحابهان کرام وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکردند، کأن علی رؤوسهم الطیر، گویا که در سر آنها پرنده نشسته است. یعنی اگر سر را که جنباندند پرنده میپرد، تا اینکه پرنده نپرد نه جنبیده میشتند، یعنی که گویا که در سرشان پرنده است. با تمامی وجودشان سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گوش میکردن که این آداب است. ببینید دو آداب را ذکر کرد پیش از آن که وحی فرستاند. پای افضالت را کش، خوب گوش کن، بعد وحی را داده گفت که ایننی انا الله، من الله هستم، لا اله الا انا، غیر من دیگه معبودی بر حق نیست، فاعبدونی، پس مرا یگانه پرستش کن، و اقیم الصلاة لذکری، نماز را برای یادآوری من برپا دار. ستون دین مقدس اسلام، رکن دوم دین مقدس اسلام نماز است بعد توحید. پیش از آن که توحید را گوید، پیش از آن که ستون دین را گوید، گفت که اول پای افضالت را کش، خوب گوش کن. اول آداب را تعلیم داد. بنابراین قاضی عیاض در کتاب ترتیب المدارک از امام مالک رحمت الله علیه نقل کردن که گفتن که مادری من برای من سله میپوشانید و میگفت که اذهب الى ربیعه، و نزد ربیعه رو، فتعلم من ادبه قبل علمه، پیش از آن که از علمش تعلیم گیری از آدابش تعلیم گیر. یعنی امام مالک هم سلف هستند و این را به دیگرها، یعنی مادر امام مالک هم ام عالیه این سخن از کجا گرفت؟ از تابعین و از صحابه ها گرفت. از هوا نگفت که پیش از این که از علمش گیری از آدابش گیر. گفت اگر شما بی آداب باشید، تمام اخلاقهای بد در شما باشد، بعد عقیده بهترین هم از شما کسی نمیگیرد. آداب هم جزء شریعت است. آداب را به تأخیر گذاشتن، تحقیر کردن، این آداب چیزی آخرین است گفتن نادرست است.
ما گفتیم که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که اصلا تقسیم کردن دین به اصول و فروع تقسیمات محدث است گفتن، یعنی بعد پیدا شدگی است. صحابه ها تقسیم نمی کردن، به همش عمل میکردن، با عادی ترین سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم مانند عقیده عمل میکردن، همش از جانب الله تعالی آمدگی است. ببینید در قرآن کریم آداب ها آمدگی است. اگر شما اجازت پرسید و اجازت داده نشوید برگردید و به خانه های مردم به اجازت نروید، این آداب است. در سوره حجرات یک چند آداب ها آمدگی است، در هر یک سوره های قرآن آداب آمدگی است، با همراهی عقیده، با همراهی فقه، با همراهی تاریخ، همش یک جای آمدگی است. بنابراین وقتی که آداب انسان ویران است، وقتی که مثلا در جسدی او و در کردار او عملی بد میبینید، دانید که عقیده او خلال دارد. اگرچه عقیده صحیح باشد خلال دارد، کمبودی دارد. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح بخاری مسلم ثابت است، گفتن که ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. در جسد انسانیت یک گوشت پاره هست، اگر همون صلاح یابد، اصلاح شود، تمام جسد اصلاح می شود. و اذا فسدت فسد الجسد كله. اگر گوشت پاره ویران شود، جسد همش ویران می شود. یعنی گوشت پاره قلب است، الا و هی القلب. آگاه باشید که قلب است. اگر در قلب، در عقیده کمبودی باشد، البته در روی و در زبان و در رفتار و کردار اون چیز نمایان می گردد. بنابراین در مسند امام احمد و در دیگر کتاب‌های سنن و مسند آمده است، در سنن نسائی کبری، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، انس رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یطلع علیکم الان رجل من اهل الجنه. حالا به شما به این مسجد یک شخص وارد میشد که از اهل جنت است. بعد دیدیم که یک مرد از انصاری وارد مسجد شد، یک نمازی سبکک خواند و برآمده رفت. بعد روز دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گونه گپ گفتند، روزی سیوم گفتند. بعد عبدالله ابن عمر در روایت انس، عبدالله ابن عمر از قفاش رفت میگن، از او اجازت پرسید در خانش 3 شب خواب کند، همراهی او جای دهد، در خانش جای داد. بعد در این 3 روز یگان عمل زیادتی را ندید، فقط همین که میگوید یگان سخنی بد نمیگفت، خاموش می نشست. یگان نماز زیادتی، یگان روزه زیادتی از ما، چیزی که ما میکردیم، یعنی مانند تهجد و نماز ضحی و نمازهای سنت و از این زیادتی ندیدم. بعد مجبور شدن روزی سیوم گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از همین در یا مرد می‌دارد که اهل جنت است. گفتن خلاصه برای همین من به خانه تو آمده شب گذرانیدم 3 شب، لیکن در تو یگان عملی زیادتی رو ندیدم. چه عملی داشته باشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تو رو از اهل جنت گفتن؟ گفت که ما هو الا ما رأیت. من هیچ عملی ندارم غیر از اون چیزی که دیدی. گفت هر چیزی که در پیش تو کردم همین قدر عمل دارم، غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر عطاه. لیکن من یگان مسلمان ها در دلم غش، بدبینی، فریب یا که حسد به آن مسلمانی که الله تعالی برای او خیر داده است ندارم. در بعضی روایت ها شبها شب میگذرانم و در قلبم نسبت یگان مسلمان بدبینی نیست. بعد گفتن که بله انا همین است کرداری که تو را پیامبر صلی الله علیه و سلم به سبب همین به جنت بشارت دادن. وقتی که قلب سلیم میشه، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر آن آدمی که به نزد الله تعالی با قلب سلیم آمده است، با قلب سلامت، قلبی که ریا ندارد، سمعه ندارد، کبر ندارد، غش ندارد، حقد ندارد، کینه و عداوت و بدبینی ندارد، قلبی وسیع برای مسلمان ها.
این قلب سلیم است. بنابراین بسیار گناه های کبیره با قلب اجرا میشد و بسیار عمل های بزرگ هم مانند ایمان، مانند اخلاص، مانند یقین و توکل، اینا همه با قلب میشه و قلب با عقیده اصلاح میشه. برادرای عزیز، بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که غیر از این اصولی که ما با قلبمان اعتقاد میکنیم، باز این است که ما به خلق نیکو و بهترین رفتار و کردار مردم رو دعوت میکنیم. و یندبون الی ان تصل من قطعک. اهل سنت و الجماعت ندب میکنن، یعنی ترغیب میکنن که علاقه را پیوست کنی با آن آدمی که همراهی تو علاقه را کند و تعطی من حرمک. این چنین دیهی به آن آدمی که تو را محروم کرد، آن آدمی که تو را محروم کرد از خیرش، برای او از خیر خدا دیهی. و تعفو عن من ظلمک. عفو کنی از آن شخصی که تو را ظلم کرده است. کسی که تو را ظلم کرد او را عفو کن. یعنی به این امر میکنه. این یکی فقط تمام ما عقیده صحیح داریم و اهل بدعت است، دیگر خود را یعنی تزکیه دادن الله تعالی نهی کرده است. فلا تزکوا انفسکم. شما خود را تزکیه نکنید، سفید نکنید، خود را تعریف و ستایش نکنید. هو اعلم بمن اتقی. الله تعالی داناتر است با آن شخصی که تقوادار است. یعنی خود را ستایش گفتن حرام است، حتی با عادی ترین عمل ها. من شبانه نماز تهجد میخوانم، من روزها صدقه میکنم، روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه میدارم. گفته از عمل خود خبر دادن و خود را سفید کردن و تعریف کردن، یا ای ما این کار را خالصا لله کردیم. مثلا بگذار خالصا لله کرده باشید، لیکن نگویید. مقصد گویید که حق عملت را گیر. مقصد با مسجد مثال یگان چی آورد، گفتیم که این پولت را گیر، نه این خالصا لله. نگو خالصا لله، برای اینکه تزکیه هست. گویید که خیلی انشالله به دیگر جا صرف کنید، به جاش یک چیزی دیگر خرید. گویید ما این کار را به خاطر الله کردیم، خالصا لله کردیم. نگویید، چون که الله تعالی میگه فلا تزکوا انفسکم. شما خود را تزکیه ندید، سفید و تعریف و توصیف نکنید. هو اعلم بمن اتقی. الله تعالی میداند که تقوادار است. و یأمرون ببر الوالدین. این چنین به نیکی کردن پدر و مادر امر میکنه. اهل سنت و الجماعت اینه که فقط عقیده داشته باشی تمام عاقل پدر و مادر باشی. نعوذ بالله. و یأمرون ببر الوالدین. اهل سنت و الجماعت به بر والدین، نیکو کردن پدر و مادر، هم زنده باشن هم گذشته باشن، امر میکنه. و صلة الارحام، با خویشاوندا پیوست کردن علاقه را امر میکنه، اگرچه کافر باشن هم، چون که کافر باشد حق خویشاوندی دارد. بنابراین امام بخاری در صحیح بخاری گفتن که باب درباره پیوست کردن علاقه خویشاوندی با خویش کافر گفتن. و حسن الجوار، و این چنین زیبا معامله کردن با همسایه ها، اذیت ندادن همسایه ها، اکرام کردن همسایه ها. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. کسی که اگر به الله و روز قیامت ایمان داشته باشه همسایش احترام کند. گفتم اذیت ندهد، نه احترام کند. چخیلی که پدر مادر یا یک مثلا عالم، یک شخصی دوست داشته تونه، یک امیرتونه احترام میکنید، همسایتون احترام کنید. یعنی اهل سنت و الجماعت غیر از اینکه عقیده سالم دارند، باز پدر و مادر، خویشاوندا و همسایه ها با اینها معامله زیبا دارن. و الاحسان الی الیتامى، نیکی به یتیم ها میکنن، سری آنها رو سیله میکنن، بی پول و بی صدقه با آنها سلامت نمیکنن. و المساکین، به مسکین ها ملایم میکنن، با آنها خیر و سخاوت میکنن، آنها را دل برداری میکنن، با آنها سری دسترخوان میشینند. و ابن السبیل، آنهایی که در راه در مسافرت ماندن. و رفق بالمملوک، به مملوک ملایمی میکنن، خواه غلام حیوان باشد خواه مملوک زنده از آدم باشد، یعنی زمان غلامداری. حضرت ابوذر غفاری با غلامشان یک نوع سر و لباس می پوشتن، سر و لباس های حل زیبا،
مردم میگفتن که این چه لباس پوشی است که ابوذر غفاری هم لباستون از لباسی غلامتون فرق نمی کند. گفتن که من وقتی حضرت بلال را یا بن سودا ای بچه سیاه گفته حقارت کرده بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم عیرته به امه، تو او رو مگر با مادرش تحقیر کردی؟ با مادرش عیب کردی؟ مادر حضرت بلال سیاه بود، یا ابن سودا بچه سیاه گفتن تو او رو با مادرش تحقیر کردی. اینک امرؤ فیک جاهلیه، تو یک شخصی هستی که در تو اخلاق جاهلیت باقی مانده است. گفتن بعد حضرت ابوذر غفاری در دوام حدیث گفتن که اخوانکم خولکم، این برادران شما، یعنی غلام ها که بسیارش مثلا از دیگر کشورها آمده بود، اینا برادران شما هستند. فمن کان اخوه تحت یده، کدام آدمی که برادرش در زیر دستش باشد، فلیطعمه مما یطعم، طعامی که خودش میخوره اونو طعام دهد، و لباس دهد از آن لباسی که خودش میپوشد، و کاری وزنی نفرماید، اگر رفت کاری وزنی فرماید یاری دهد. گفتن بنابراین من با غلامم همین گونه سر و لباس میخرم، هر چیزی که برای خودم خریدم برای غلامم هم میخرم. گفتن یعنی اهل سنت و الجماعت با غلام ها و با حیوان هایی که مملوک آن مالکیت آنها است رفق میکنند، حتی با حیوان هایی که دارند اسب و خر و خچیر و شتر آنها را یعنی ظلم نمیکنند. و ینهون عن الفخر، از فخر من میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انا سید ولد آدم ولا فخر، من سیدی فرزندان آدم هستم، سروری فرزندان آدم هستم، بهترینی فرزندان آدم هستم، ولا فخر، یعنی اینو من از روی فخر نگفتم برای شما، از روی علم، از روی خبر دادن این وحی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم باید بر مردم خبر دهند که امر شرعی هست، این علم است. بهترین فرزند آدم، سید ولد آدم، سیدی فرزندان آدم این حضرت محمد است. این باید دانیم این علم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ولا فخر، یعنی من این از نگاه فخر نگفتم. فخر ممکن نیست با نسب، با زیبایی، با خوشرویی، با علم، با قدرت فخر کردن، ولی خیلا حرام است، یعنی کبر و غرور، یعنی این عملها اهل سنت و الجماعت باید این کارا رو نکنن. ولی بغی، ظلم و تجاوز حق، تجاوز حد و حدود و الاستطاله علی الخلق، زبان درازی، زیاده روی بر خلق، به حق او به غیر حق، خواه با حق باشد خواه با غیر حق. و گفتن که و یامرون بمعالی الاخلاق و ینهون عن سفاسفها، اهل سنت و الجماعت به عالی ترین خلق ها امر میکنن و از خلق و رفتارهای پست مردم را منع میکنن، خود را و دیگرها را منع میکنن. و کل ما یقولونه و یفعلون من هذا و غیره فانما هم فیه متبعون الکتاب و السنه، هر کاری که میگویند و میکنند از این و آن، این همش در آن همش آنها پیروی قرآن و سنت هستند. یعنی در هر یک گفتار و کردارشان، در هر یک آداب و رفتارشان آنها پیروی از قرآن و سنت دارند. و طریقهم هی دین الاسلام، راه آنها این دین اسلام است. الذي بعث الله به محمد صلی الله علیه و سلم، راهی که الله تعالی دین مقدس اسلام است که الله تعالی آن را به محمد صلی الله علیه و سلم فرستانیده است. لكن لما اخبر النبي صلی الله علیه و سلم ان امته ستفترق على 73 فرقه، لیکن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن که امت ایشان به 73 فرقه تقسیم میشد، كلها فی النار الا واحده، همه آنها در دوزخ هستند غیر یک نفر، غیر یک طایفه، یک گروه، و هی الجماعه، و آن هم جماعت است نامش. و فی حدیث عنه قال، و در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هم من کان علی ما انا علیه اليوم و اصحابی، اون یک گروه کی است یا رسول الله؟ گفتند که آنها شخصیت های هستند که مثل من و مثل صحابگان من اعتقاد دارند و عمل دارند. ما کان
من کان علی ما انا علیه اليوم و اصحابه. امروز من در کدام دین و در کدام رفتار و کردار باشم و صحابگانم در کدام عقیده و در دین باشند، آنها در همان اسلوب و مسلک هستند. صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنة والجماعه. بعد این گفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، آنهایی که اسلام تازه را، اسلام محض را چنگ زدند و پایبند دین مقدس اسلام خالص شدند، آنهایی که اسلام خالص از شوب، از آمیختگی، اسلامی که با قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، آنهایی که پیروی از آن میکنند، اینها هستند اهل سنت و الجماعت حقیقی. هم اهل السنت و الجماعه، آنها اهل سنت و الجماعت هستند. گفتند و وقتی که درباره امیرها و درباره اخلاق نیک گپ زدند، شیخ الاسلام در جای دیگر میگن که السعاده فی معامله الخلق ان تعاملهم لله. خوشبختی در معامله خلق این است که با آنها معامله کنی، معامله به خاطر الله، یعنی با آنها با چهره کشاد سلام دادن، معامله کردن، خیر خود را با آنها خیر کردن، خواه از سخن نیک، خواه از علم، خواه از مال، خواه از آبرو، هر چیزی که دارد برای مردم دریغ ندانید و هر بدیه که دارید و حرکت کنید دارید، بدیتون صرف نکنید. انا همین خلقی خوب است. گفتن که خوشبختی این است که انسان در معامله خلق با آنها معامله زیبا کند به خاطر الله و ترجو الله فیهم، الله تعالی را امید کند در نیکی کردن با آنها. لا ترجوهم فی الله، نه اینکه در راه الله تعالی از آنها امید کند، کارهای خیر کند و از آنها یکچی امید کند، این خیر نه، بلکه کار خیر به مسلمان ها کند و امید از الله تعالی کند. و تخافه فیهم، از الله تعالی بی‌ترسی در حق آنها، یعنی در حق آنها ظلم کردن، حق آنها را خوردن، از این کارها ترسی، از الله تعالی ترسیده حقوق آنها را پایمال نکنی. ولا تخافهم فی الله، لیکن در راه الله از آنها نترسی، از مسلمان ها یا از مردم نترس در راه الله تعالی، بلکه از الله تعالی ترس در ظلم کردن آنها. و تحسن الیهم رجاء ثواب الله لا مکافاتهم، و آنها و نیکی کن نه با مقصدی از آنها مکافأه برگشتن، مکافات آمدن، بلکه برای الله. و تکف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، ظلم خدا از آنها نگاه دار همچون خوفی از الله تعالی، از الله تعالی ترسیده نه از آنها. وقتی که انسان به حاجت می شود، صاحب پول و مال می شود، به بعضی مسلمان ها سخت می رسد. میگه برای چی سخت می رسی؟ میگه که من اول چی جایی ترس دارم، میگه چی جایی ترس دارم، چی زبان کلتگی دارم. آخه زبان کلتگی نداشته باشیم، ترس نداشته باشیم، سخنی ناجا نگو. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک آدم که با روی کشاد و معامله نیک کردن، حضرت عایشه گفتن که یا رسول الله برای چی این خیلی معامله کرده حالا که آدمی بد است؟ گفتن که متى وجدتنی فاحشا، کی مرا دیدی که سخنی فحشا گویم به مردم. یعنی اگر چی وای آدم سزاوار سخنی نیک نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم اکراما همچون کرم و سخاوت از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او معامله نیک کردن. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و فیهم الصدیقون، در بین اهل سنت و الجماعت صدیقا هستند، شخصیت هایی که ایمانشان به درجه عالی ترین رسیده است، از علما و شهدا، شهیدا، آنهایی که در راه الله تعالی کشته شدند، و صالحون، و این چنین شخصیت های صالح هستند در بین اهل سنت و الجماعت. و فیهم اعلام الهدى، در بین آنها اعلام هدا، یعنی نمایندگان هدایت، شخصیت هایی که پیشوای هدایت، یعنی مشهورترین آنها هست. و مصابیح الدجا، شخصیت های هستند که چراغی شبهای تاریک هستند.
راهی تاریکی، راهی گمراهی، برای راههای گمراهی و شبهای تاریک مانندی چراغ هستند برای اهل سنت و الجماعت. اولو المناقب المأثوره، صاحبان منقبه هایی که مأثوره هست، یعنی فضیلت های آنها در حدیث های و در اثرها آمده است. والفضائل المذکوره، آنها شخصیت های هستند که فضیلت آنها در کتاب ها ذکر شده است. و فیهم الابدال، در بین آنها شخصیت های هستند که آنها ابدال هستند. ابدال جمع کلمه بدل. بدل به معنای عوض. شیخ الاسلام این سخن گفتند در عقیده واسطیه و در منهاج السنه، گفتند که و هو لفظ، کلمه ابدال یک لفظی است که تکلم به بعض السلف، بعض سلف نسبت این کلمه گپ زدند. و یروى فیه عن النبی صلی الله علیه وسلم حدیث ضعیف، در این باره از پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیث ضعیف روایت شده است درباره ابدال گفتند. و فیه، در دیگر جای مجموع الفتاوا گفتند که انهم 40 رجلا، ابدال 40 مردها هستند. و انهم بالشام، و آنها در شام هستند. و هو فی المسند من حدیث علی رضی الله عنه، و این در مسند امام احمد از حدیث علی رضی الله عنه آمده است. و لفظش هم الابدال یکونون بالشام، ابدال در شام میشوند. و هم 40 رجلا، آنها 40 مردی هستند. کل ما مات رجل عبدالله مکانه رجلا، هر وقتا که یک مردی از آنها وفات کنه الله تعالی به عوض او یک مرد دیگری را می آفرد. و هو حدیث منقطع لیس بثابت، این حدیث منقطع است، حدیث صحیح نیست گفتن در مجموع الفتاوا. و این چون در مجموع الفتاوا در جای دیگر گفتن که والذین تکلموا باسم البدل، و آنهایی که درباره بدل گپ زدن فسروه بمعانی، چند معناها که تفسیر کردند. منها انهم ابدال الانبیاء، بعضی گفتن که اینها بدل از انبیا هستند، یعنی عوض از پیغمبرها هستند. و منها انه كلما مات منهم رجل عبد الله تعالی مکانه رجلا، و بعض گفتن که سبب بدل نامیدنی شدن آنها این که هر وقت یک مرد از اینها گذرد از دنیا، الله تعالی یک مرد دیگری را به دنیا می آورد که آنها، یا بعضی ها گفتن که اینها شخصیت های هستند که عبدل السیئات من اخلاقیم، اخلاقی بدل به کارهای نیکو کردن. گفتن عقیده های بد را ترک کرد، عقیده های نیک آوردن، یعنی به عوض عقیده بد عقیده نیک کردن، به عوض خلق بد خلق نیک کردن، اینها بدل هستند. گفتن و بعضی هم میگن که هم اولیاء و العباد، اینها اولیاها و عابدها هستند. سموا بذلك قیل لأن كل ما مات منهم احد، اینش گفتیم. و فی روایت عن احمد انهم اصحاب الحدیث، از امام احمد آمده است که ابدال کی هست؟ گفتن که آنها اصحاب حدیث هستند، یعنی آنها محدث ها هستند. گفتن شیخ الاسلام میگن که در بین اهل سنت ابدال هست. و منهم ائمه الدین، در بین آنها امام های دین، پیشواهای دین هست. الذين اجمع المسلمون على هدایتهم و درایتهم، آنهایی که مسلمان ها در هدایت ایشان و درایت ایشان اجماع کردند. هدایت یعنی در موفق بودن آنها، در راه راست بودن آنها و در فهم و علم آنها مسلمان ها اتفاق کردند، مانند 4 امام ها، مانند امام ابو حنیفه، امام بخاری رحمت الله علیهم. و هم الطائفه المنصوره، و اینها طایفه منصوره از جانب الله تعالی نصرت داده شده ها هستند. التي قال فيهم النبي صلی الله علیه وسلم، آنهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که لا تزال طائفه من امتی ظاهرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه، همیشه در امتی من طایفه از امتی من هستند که آنها همیشه در حق هستند، ظاهرین، آنها برپادارنده دین حق هستند، دعوت کننده به این دین حق هستند، خدمتگار این دین حق هستند، ضرر نمی رساند بر آنها آنهایی که مخالفی آنها برآمدند. بله آنها مخالف دارند، آنها شخصیت های دارند که با آنها تهمت میکنند، مخالف هستند، اذیت میدهند، لیکن ضرر نمی رساند آنها. ولا من خذلهم، و آنهایی هستند که آنها را حرکت میکنند خوار و ذلیل کنند، اینها به آنها ضرر نمیرساند حتی تقوم الساعه، تا قیامت نشود، یعنی تا روز قیامت گروهی از امتان من در دین حق هستند. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه در پایان عقیده واسطیه گفتند که فنسأل الله العظیم
ان یجعلنا منهم. پس از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که الله تعالی ما را از جمله ایشان بگرداند، یعنی از جمله امام های دین، از جمله طایفه منصوره که همیشه در این دین مقدس اسلام خدمت میکنند و در عقیده صحیح استوار هستند تا روز قیامت. ما را از جمله آنها بگرداند. و الا یزیغ قلوبنا بعد اذ هدانا، و اینکه قلب ما را گمراه نگرداند بعد از اینکه ما را هدایت کرد. و یهب لنا من لدنه رحمه، و از الله تعالی میپرسیم که برای ما از جانب خود مهربانی دهد. انه هو الوهاب، الله تعالی ذاتی وهاب است، یعنی دهنده، عطا کننده هست، جل جلاله و تقدست اسماؤه. والحمد لله وحده، در آخری کتاب گفتن که حمد به الله تعالی و یگانه به خودش، حمد و ستایش تنها به الله تعالی. و صلی الله علی خیر خلقه محمد، و این چنین درود الله تعالی به بهترین خلقش حضرت محمد علیه الصلاة و السلام و آله و صحبه و سلم، و به آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی آل هم خویشاوندان و هم پیروان را در بر میگیرد، و صحابگانشان هم درود و هم سلام از جانب الله سبحانه و تعالی باد گفته. با صلوات کتاب را به آخر رساندم با این دعای و با این صلوات، که یکی از آداب دعا این است که انسان در ابتداش به الله تعالی حمد و ثنا گوید و در آخرش هم به الله تعالی حمد و ثنا و به پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستاند. با همین عقیده واسطیه را تمام کردند. و عقیده واسطیه یک کتابی هست که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در حضور نایب سلطان مسلمان های دنیا و در نزد علمای 4 مذهب از مفتی ها و قاضی های مذهبی امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد و غیر اینها از علماهای معتمد، آنهایی که در بین امت زبان صدق داشتن و شهرت داشتند، در بین همه آنها عقیده واسطیه خوانده شد، حرف به حرف. و هر یک جمله یا کلمه‌ای که کسی اعتراض بیان میکرد شیخ الاسلام رحمت الله علیه جواب میگردانند و اکثر حاضرین از مجلس برآمدند و آنها به شیخ الاسلام رحمت الله علیه ثنا میگفتند و کسی که اعتراض بیان کرده باشد شیخ الاسلام رحمت الله علیه آن را بسیار به درجه عالی فهمانیدند. حتی اگر قبول نکرده باشدم دیگر سخنش تمام شد، به هر سخنش شیخ الاسلام رد وافر و جواب شافی و کافی گردانیدند و مجلس به آخر رسید. در 3 مجلس که اینا در مناظره شیخ الاسلام در عقیده واسطیه 4 درس را گذاشتیم، انشاءالله درس های نوبتی را انشاءالله تمام میکنیم کتاب. در آنجا می آید در آخر شیخ الاسلام به همه علما و آنهایی که اعتراض بیان کردن مهلت دادند که در مدت 3 سال از همین کتاب یه حرف یابید که خلاف گفته های سلف صالح باشد گفتند. و در عقیده شیخ الاسلام رحمت الله علیه و نه غیر شیخ الاسلام دیگر کس یعنی مجال اجتهاد ندارد. هر چیزی که قرآن و سنت گفته است به فهم سلف صالح صحابگان کرام تابعین و تبع تابعین باید به مردم رسانیده شود. یعنی هر چیزی که در این کتاب گفتند همش از قرآن و سنت و از آثار صحابه ها نقل شده است و هر چیزی که با عباره خود هم گفتند معنای آن سخن ها هست و از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که گناه های ما شما را مغفرت گرداند، برای راست هدایت گرداند و از راه صراط المستقیم هرگز گمراه مگرداند. از این دنیا موحد و مسلمان واقعی وفات کردن را نصیب روزی گرداند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.